مجید مجیدی میگوید برای تهیه قسمتی از یک فیلمم به روستایی در شمال کشور رفتیم. به خاطر اینکه نخواهیم مسافتی را تا امامزاده های اطراف طی کنیم و بچه ها اذیت نشوند، یک اتاقک کوچک شبیه امامزاده بنا کردیم. بعد از پایان فیلم برداری، چون یک بنای معمولی بود، آن را رها کردیم و رفتیم. حدود 2 سال بعد خبردار شدم امامزاده ساختگی ما تبدیل به زیارتگاه شده است. اول باور نکردم، اما جهت حصول اطمینان به آن روستا سفر کردم. دیدم واقعیت دارد. برای روشنگری با اهالی صحبت کردم و گفتم این اتاقک را ما به خاطر تهیه فیلم شبیه امامزاده درست کردیم. اما دیدم مردم، خصوصا پیران و بزرگان محل، به شدت ناراحت شدند و حرف مرا توهین تلقی کردند.